سلام دوستا، خوش آمدین به چنل یوتیوب زینگ. امروز تاپیک ما درباره طبقه بندی کمخونی است که 3 نوع می باشد: ماکروسیتیک، نورموسیتیک و ماکروسیتیک. در ماکروسیتیک کسایی که مرض تلاسیمیا دارن، اونا زیادتر مصاب به این نوع کمخونی می شود و کسایی که آهن بدنشان کم باشد. در نورموسیتیک کسایی که تکلیف گرده دارد یا مشکل در مغز استخوان می باشه و یا از انفکشن ها یا مرضای عفونی به شکل تورانی مصاب هستند، اونا مبتلا به نورموسیتیک کمخونی می شوند و خود نورموسیتیک کمخونی به 2 نوع می باشد. یکی که دفعتاً به وجود میاد، مثلا کسی که در کار اکسیدن میکنه و خون ضایع میکنه و ضایع کردن خونش کمتر از 1 هفته می باشد و زیادترش ارثی می باشد، مرضای ارثی که تکلیفای خون دارن مریضان. و ماکروسیتیکش کس به 2 نوع می باشد: میگابلاست و نان میگابلاست. میگابلاست کس کمخونی آهن است، کمخونی فولیت یا ویتامین B9 می باشد و ویتامین 12. نان میگابلاستیک است کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنن، مواد نشه‌ای استفاده میکنن، از الکل زیاد استفاده میکنن و یا تکلیفای جگر دارن. تشکر.